السلام علیکم دوستای عزیز، مانده نباشین، جور بخیر، صحتمند. یک روز برفی، یک روز سرد. خوش آمدید کالگیتان دوستای عزیز. امروز هوا خیلی سرد، هوا خیلی برفی، سرد تا سر افغانستان در اکثریت ولایت ها برف بارید. خبر باشین دیگه، حتما خبر هستین، خصوصا کسایی که در ولایت برفی زندگی میکنن و دوستایی که در خارج هستن دیگه. امروز ما یک روز دو روز شاهد بسیار برفای سنگین در اکثریت ولایت ها هستیم. دوستا تمام شما را خوش آمدید میگیم به چینل یوتیوب آواد نادری. تشکر که ما را حمایت میکنین. دوستا امروز ما بر شما برنامه دارم از یک روز برفی. البته برنامه ما هم از مسیر کابل شروع میشه، از سالنگا را به شما انشاءالله به در تصویر نشان میدم و بعد از اون به شکل تا مسیرهایی که ما سفر داریم انشاءالله مسیرهای بغلان ایجاره. گفته میشه که امروز یکی دو روز برف بسیار زیاد باریده در اکثریت ولایت ها. متاسفانه بعضی هموطنان ما به شهادت رسیدن. انشاءالله خدا مغفرتشان کنه و کسایی که مجروح هستن انشاءالله شفایاب شود. دوستای عزیز، ما منتظر چنین روزها خصوصا کسایی که در کابل زندگی میکنه بیشتر بودیم، به خاطر اینکه هوا خیلی زیاد خراب شده بود و در زمان سطح آبی بسیار زیاد پایین شده بود. میگه کابل بی برف باشه، میگه بی زر باشه. ببخشید که مثلا از غلط شد دوستای عزیز. میگه کابل بی زر باشه، بی برف نه. البته کابل دیگه رنگ خود که تغییر میده در زمستان با برف، رنگ خود که مقبول‌تر میسازه با برف، خصوصا با اکثریت ولایت‌های ما، چون برف سطح آبی رو بسیار زیاد بالا می‌بره. بنابراین یک ضرورت بسیار زیاد شده بود، هوا در کابل زیاد خراب شده بود و خوشبختانه برف بارید. ما ان شاء الله برنامه با شما داریم دوستا، از مسیری را از سالنگا، میگم سالنگا بسیار طوفانی شده و با شما یک برنامه ان شاء الله می‌داشته باشیم. از ما کانال سر دوستان رو سابسکرایب کنید. زه فواد نادي ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم. مننه. نن دی واوره نه تاسو خبرونه من دغه دوستانو چې همیشه زموږ چینل حمایت کوي. له موږ سره اوسئ. دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. این موقعیتی که شما میبینین اینجا دیگه می شروع سالنگا دیگه تقریبا برفباری شدیدی که میشه. از اینجا دیگه زیادتر برفباری میشه و طوفان و شمال زیادتر است و خطر حادثات هم دیگه. دوستا اینجا چین بسته کردیم و شروع کردیم به حرکت کردن. بخیر این موقع دیگه قبر کیلر یاد میشه. قبر کیلر دیگه اینجا بسیار جای خطرناک. شما حادثه ترافیکی رو میبینیم که دو تاکسی حادثه کرده. اکثر حادثات هم در این موقع صورت میگیره چون نشیبی است و گلایی بسیار تنگ اینجا موجود است. دیگه این حادثات دیگه این موقع نام داره. برفباری خیلی شدید بود، سرک ها خیلی زیاد یخک گرفته بود. از این موقع دیگه کبک خطر ما خیلی خطر بیشتر مواجه بودیم. گوش میکردیم که ما کل چیز باید در امن باشه و خصوصا دوستایی که میان از شروع قبر کیلر از طرف کابل که میان از این پایینتر باید کل آمادگی چین و تیل و کل موضوعات ها باید خبرگیرها شود و اینجا بخیر حرکت کنیم که چون اینجا حادثات بیشتر صورت میگیره و اینجا ساحت طوفانی است. خطر که شما میبینین اینجا دیگه پل خاکی است. اینجا خیلی یک شمال خطرناک داره، یعنی از قبر کیلر تا اینمی ساحه اکثرت هر سال یک طوفان میشه و مطمئنات گیر میفته و زیر طوفان میشه، زیر برف میشه. این موقعیت است. اینجا بسیار یک شمال خطرناک داره. این موقعیت دیگه پل خاکی میگن.
بعد از ختم از این گراری به نظرم باز هم به شکل کام طوفان یا رابندی برای صورت گرفته بود. موترها توقف شد، ایستاد بود. بعد از او پس راه را اعلا کردن و چون اینجا دیگه راه اعلا بشه و راه بسته بشه و وقتی که طوفان وجود میاد یا مثلا ساحه دید نمی باشه، باز موترها توقف میتن تا ساحه را پاک کنن یا مطمئن شوند کسایی که دیگه مسئولین هستن، بعد از اجازه میتن. خب بعد از اون ما سفر خود ادامه دادیم و حرکت کردیم طرف تونل. بخیر موترها شما میبینین در اینجا توقف هستن و یا از تایستا کسایی کابل میرن و اون طرف توقف هستن فعلا که چون این مسیر جاده یک طرفه شده. اینی موقعا دیگه فکر کنین اینجا دیگه بسیار زیاد جایی است پر خطر پر ارتفاعی تر. شما موتر کلان میبینین در اون طرف که او هم از جاده منحرف شده. اینجا به نام بیشتر که عام مشهور است به نام پالان خر میگه. اینجا احتیاط زیاد بکار است. خب اینجا ما بخیر حرکت کردیم و رفتیم و فعلا دیگه ما نزدیک میشیم به گراری که چسبیده به تونل است. این موقع کسایی که شاهد بودن پیش از اینکه سرک جوش ها خیلی خراب بود. اینجا لای بیشتر می بود، موترها گیر میافتاد. خیلی لای الحمدلله جاده ها جور شده، سرک جور شده. چقدر راحت موترها میرن. جایی که آبادی میشه به این شکل خوشحالی ها و به این شکل شما میبینید چقدر مردم راحت میره رفت آمد میکنن، سفرهایشون بسیار راحت و مقبولی وطن بیشتر و بیشتر میکنن. خب اینجا موترها دیگه فعلا چون به مسیر تونل هسته و شما ببینید ساحه دید بسیار کم شده رایست. چون گفته میشه که چند دقیقه یا چند ساعت بعد بیشتر طوفان بیشتر میشه و امکان بسیار زیاد داره که جاده را بند کنه مسئولین. ما دیگه اینجا به گراری اول حرکت کردیم و بخیر طرف که تونل و از تونل میخوایم میفرد موقعیت تونل است، داخل تونل است و از تونل ما میبرایم بخیر طرف سالنگ شمالی که ما ببینیم وضعیت سالنگ شمالی چطور است. سالنگ شمالی دوستان میبینیم خیلی زیاد یخک است، جاده بسیار زیاد یخک گرفته. طوفان ببینید به این شکل یک حالت که میباشته باشه آمدن طوفان در این مسیر بسیار زیاد است. مسیر شما میبینیم که موترها خیلی بسیار زیاد کم میاد به خاطر از این که چون نوازه شده بود که را بند میشه، برفباری بیشتر است و اما موترها کمتر از دیگر رفت آمدش. کسایی که بسیار زیاد کار ضرور نداره دیگه نمیاد. دیگه ما آستایستا میرسیم که باید کسایی که از طرف میره طرف کابل چین اینجا با چند بسته کنه و ما هم رسیدیم بخیر. تقریبا از یخبندان بیشتر و طوفان و سایه خطری خلاص شدیم. اینجا رسیدیم دوستا. اینجا باید ما چین موتر باز کنیم چون موتر باز سرک که یخک نباشه و کمی موتر اذیت میکنه. ما اینجا منتظر موندیم. اینجا بعضی کسایی هست، این کسایی هست که چین بسته میکنه. میبینید شما چین بغلش هست و یا چین میگه باز کنین چین هایتونه که شما راحت برین. ببینید اینجا یا چین باز کردن، این کسایی که اینجا کار میکنه چین باز کردن و بخیر ما سفر خود ادامه دادیم. و ببینید یخک رو ببینید دوستا به چی اندازه یخک است. شما این ساحه رو ببینید. اینجا ما آمدیم به خاطر نماز خواندن و وضو کردن و این یخک هم میبینیم که خیلی زیاد یخ بود. هوا قدر سر بود بیخ اندازه نداشت. در این هتل ما خواستیم
نان بخوریم و یک دمه راست کنیم، چون از اون ساحه خطری ما کوشش کردیم که زودتر بریم. اینجا ساعت دیگه باز آمدیم یک نماز خواندیم و نان خوردیم، چون باید راحت شویم. موترم یک دم راستی کنه، اینجا دیگه دو شاخ میگی ساعت. خب دوستان، ما سفر خود ادامه دادیم. از ساحاتی که پرخطر بود، برف بود، از او خلاص شدیم. حال در مسیر بغلان هستیم، دیگه در ولایت بغلان هستیم. اینجا دیگه برف در بغلای کو دیده میشه. با سرک مشکل نداره، یخک نداره، راحت تر از سرک. و ما هم سفر خود ادامه دادیم به خیر و انشالله این طرف چیزی گپ نیست. فقط مشکل همون طرف زیادتر دیده میشد. در سالنگا حادثات زیاد شده بود، برف زیاد بود و آهسته ما در موتل که موندیم، بعضی موترها که آمدن و به ما گفتن که یعنی برفباری خیلی شدید شده بود و امکان از این زیادتر میرفت که راه امروز بسته شد. خب ما رسیدیم به خیر دوستا به شهر بغلان. اینجا که میبینین شهر بغلان، و در شهر بغلان اینجا دیگه برفباری شده، یعنی سمت شمال در مجموع دیگه برفباری بیشتر شده. این بود برنامه دوست عزیز. تشکر که با ما بودین. تا برنامه بعد، خدا مدیار و مددگار همه شما.